در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان بانام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج‌های روزافزون را احساس کردم و در این رهگذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می‌کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می‌کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد.